اخبار تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. سلام. در برنامه امروز پنجشنبه 7 نوامبر این موضوع ها را داریم. منابع قابل اعتماد به رادیو آزادی گفتند شماره قربانیان حمله 6 نوامبر در مرز بیشتر از 2 نفر است. عزت الله لطیپوف مرزبان تاجیکی در پی حمله پیروان داعش کشته شد در شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. فرزند من قهرمانانه هلاک شد. ما از این مرگ مفاجا جوان مرد ما فخر میکنیم. قاری اسمت هم به روسیه رفت. هنرمندان تئاتر کنیم بادام نمایشنامه قاری اشکمبه را در نیژنیورتوفسک به تماشابینان روس نمایش دادند. با زبان روسی خوب در نیژنیورتوفسک اشتراک کردیم. با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتند. 2 نفر قربانیان حمله 6 نوامبر، یکی افسر میلیسا بهرام قاسم زاده دیروز در زادگاهش و عزت الله لطیفوف مرزبان تاجیک امروز در شهر دوشنبه به خاک سپرده شدند. ولی قبل از آن که گزارش ما از مراسم ویدا با مرزبان تاجیک پخش شود، خبرنگاران رادیو آزادی معلومات پیدا نمودند که شماره قربانی ها در بین سرحدبانان تاجیک بیشتر از خبری رسمی است. کیومرسی عطا با تفصیلات بیشتر. منابع رادیو آزادی روز 7 نوامبر گفتند که در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان 4 مرزبان از جمله معاون سردار دیدبانگاه و یک مأمور میلیسا کشته شدند. از این پیش مقامات تنها درباره هلاکت یک مرزبان و یک مأمور میلیسا گزارش داده بودند. تا این لحظه به ما دست داد که نام 2 مرزبان دیگری کشته شده را پیدا کنیم. آنها دلاور طالبوف معاون سردار دیدبانگاه سلطان آباد و سرباز حافظ حسنوف هستند. جسد دلاور طالبوف 29 ساله را روز پنجشنبه در زادگاه شهر کانیبادام ولایت سوغد دفن کردند. مظفر مختاروف یاور رئیس شهر کانیبادام در صحبت با رادیو آزادی گفت مراسم یادبود برگزار شد و در آن مقامات محلی و فعالان اشتراک داشتند. سرباز حافظ حسنوف را در زادگاه جماعت فراب پنجکین به خاک سپردند. امانقل امرایف رئیس جماعت فراب پنجکین گفت حسنوف بهار امسال به ارتش دعوت شده بود. از این پیش مأمور میلیسا بهرام قاسم زاده را در ناحیه رودکی و مرزبان عزت الله لطیپوف را در دوشنبه دفن کردند. جسد عزت الله لطیفوف پرپرشکی ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی یکی از قربانیان حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد امروز به خاک سپرده شد. مراسم جنازه لطیفوف صبح 7 نوامبر در مسجد محله قزاقان شهر دوشنبه دایر شد. جسد او را در آرامگاه همین محله به خاک سپردند. همکارانم امرالدین عالموف و مولا رجب یوسفی نیز در این مراسم حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند. جنازه عزت الله لطیپوف مرزبانی که در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد جان باخت صبح 7 نوامبر در مسجد محله قزاقان شهر دوشنبه دایر شد. جسد او را در آرامگاه همین محله به خاک سپردند. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه عزت الله 25 سال داشت و صاحب رتبه پرپارشک بود. با گفته نزدیکانش وی بعد از انجام خدمت حتمی حربی همچون افسر قرارداده در قسم مرزبانی سلطان آباد کار میکرد. پدر مرزبانی کشته شده میگوید پسرش 3 روز قبل به خانه آمده بود و 5 ساعت قبل از حادثه با او تلفنی صحبت داشت. آتا گفت من رفتستم. آتا گفتم تو چی هستی؟ گفت رفتستی. خیر رفتی؟ گفتم سفر یک امانت عند الله ترا وقت سعادت یاد گفتی با بچه‌ها وای آوردین دو فرزندای مردم آوردین از 3-4 کس اونا رو تربیت کردن نکن وای داریم انا قسم یاد میکنن گفت همو وای کردن در کار میره تشکیل کردن در کار میره ما بر وقت‌تر برم و در کار موجم مهمان دارم گفت. ابوبکر لطیپوف میگوید خودی او از آغاز آرزو داشت که پسرش افسر شود و بعد ادای خدمت او را راهنمایی کرد تا از دوره آموزشی افسری گذرد. انا که در همین اسنا از همون روزی که این بچه من تعییناتی همونجا شد اینا از سپاری 5 سال شد که در همونجا ادای خدمت مادر وطن کرد ایستاده است. امروز که با ضروری زمان با این چیزهایی که ناخوشی روی داد در اون منطقه اون جای خدمت پسری من انا فرزند من
قهرمانانه هلاک شد. ما از این مرگ مفاجا جوان مرد ما فخر میکنیم که عزت الله لطیفوف در خانه روحانی بزرگ شده و به گفته همسایه هایش قاری قرآن هم بود. مقصد از وی قهرمان رفتار کرد، برای مادر وطنش هم که خدمت کرد. زنگ میزدم میگفتم مکت مقصد چیکار کردی؟ میگفت برای چیکار خدمت مادر وطن کردیستم. میگفتم چیکار کنم؟ میگفت برام ترام یگان جدا مقصد رنگ مو انکلی معدنوار یا خدمت. خیلی نبود در نصیب تقدیرش بدهید نه شهید شد. مقصد قهرمان رفتار کرد. خیلی خدمت جاش جانب. حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد واقع در ناحیه رودکی بنا به خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفت و در آن 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسا کشته شدند. مولا رجب یوسفی امرالدین عالیموف، آزادی دوشنبه. منابع نزدیک به تفتیشات که جزئیات حمله گروه 20 نفره به دیدبانگاه اشقابات را در مرز تاجیکستان و ازبکستان تحقیق میکنند، از وجود زنان در میان حملگران میگویند. رسانه‌های بین‌المللی با اشاره به محو ابوبکر البغدادی مؤسس داعش در هفته گذشته در سوریه نوشتند که حمله به مرز تاجیکستان میتواند نخستین قصاص این گروه باشد. کارشناسان نظامی میگویند نقش زنان در عملهای تخریبکارانه دولت اسلامی خیلی بارز است. در این میان پرزیدنت ترکیه اعلان کرد که مقامات کشورش یکی از زوجه‌های پایه‌گذار دولت اسلامی ابوبکر البغدادی را دستگیر کردند که معلومات مهمی را درباره این گروه افراطگرا میتواند به مقامات بدهد. ترکیه یکی از همسران رهبری سابق داعش را بازداشت کرده است. روز 6 نوامبر رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان هنگام سخنرانی در دانشگاه در انکره خبر داد که یکی از همسران ابوبکر البغدادی بازداشت شد. او تفصیلات نداد. یک مقام بلندپایه ترک که نامش آشکار نشده است میگوید همسری بغدادی 2 ایون سال 2018 در عملیات نظامیان ترکیه در ولایت حتی این کشور همراه با 10 نفر دیگر بازداشت شده بود. زن خود را رنیه محمود معرفی کرده است، ولی بعداً معلوم شده است که او اسما فوزی محمد القبیسی همسری ابوبکر البغدادی است. ابوبکر بغدادی آخر ماه اکتبر در عملیات گروه‌های تعینات مخصوص آمریکا در سوریه محو شد. گفته می شود که همراه با او 2 همسرش نیز به هلاکت رسیدند. 5 نوامبر نظامیان ترکیه خواهر بزرگ البغدادی رسمی العوضی 65 ساله را دستگیر کردند. همراه با این زن شوهر، کلین و 5 فرزندش را نیز به حبس گرفتند. البغدادی که از پایه‌گذاران گروه افراطگرای دولت اسلامی به شمار می رود، در سال 2014 بعد اشغال مناطق وسیع عراق و سوریه از طرف این گروه خود را خلیفه تمام مسلمانان جهان اعلام کرد. سال 2017 ائتلاف زیر رهبری امریکا داعش را از مناطق اشغال کردهش محروم کرد. پرزیدنت امام علی رحمان امروز با جیمی فلای پرزیدنت رادیوی آزادی دیدار و ملاقات نمود. این ملاقات در شهر سیوریخ شویتزاریا در حال صورت گرفت که یک گروه از خبرنگاران رادیوی آزادی اکریدیتاسیون ندارند و هنوز منتظر گرفتن این سند هستند. روز 31 اکتبر امسال وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مهلت اکریدیتاسیون 7 خبرنگار رادیوی آزادی را دراز کرد. اکریدیتاسیون 6 تن از خبرنگاران برای 6 ماه و 1 تن دیگر همگی برای 3 ماه تمدید شده است. عین زمان 11 کارمند دفتر رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همچنان منتظر بررسی درخواست‌هایشان برای گرفتن اکریدیتاسیون میمانند. جانب‌ها در این ملاقات شرایط کار خبرنگاران رادیوی آزادی را در تاجیکستان بررسی کردند. قاری اشکانبه هم به روسیه رفت و روسی سخن گفت. هنرمندان تئاتر موسیقی درامایی کونیمودوم از تاجیکستان نمایشنامه قاری اشکانبه را به روسیه بردند. این نمایشنامه در شهر نیژنیوارتوفسک با زبان روسی به صحنه گذاشته شد و در جشنواره دیدار شمالی صاحب جایزه نیز شد. ضمناً 7 نوامبر در تاجیکستان روز تئاتر تجلیل می شود و از تأسیس یابی نخستین تئاتر تاجیک 90 سال سپری شد. در روز جشن تئاتر همکارم مومن احمدی از موفقیت هنرمندان تئاتر کونیبادام با نمایشنامه قاری اشکانبه میگوید. هنرمندان تئاتر موسیقی مضحکوی کونیبادام نمایشنامه قاری اشکانبه را بر روسیه بردند. این نمایشنامه تئاتر کونیبادام ولایت سوخت به جشنواره تئاترهای دیدار شمالی به نیژنیوارتوفسک دعوت شد.
نمایشنامه قاریشکنبه سزاوار جایزه اجرای بهترین عنعنه‌های تئاتر ملی را صاحب شد. با زبان روسی خب در نیژنیوارتوفسک اشتراک کردیم با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتن. بعد از فستیوال سیلور استریچ که در نیژنیوارتوفسک برگزار گشت با ما چندین پرودوسران چندین رژیسوران یعنی علاقه پیدا کردن. اونها خواستن که ما در دیگر دولت‌ها نیز اشتراک کنیم. مؤلفان قاریشکنبه میگویند هنرمندان تئاتر کانیبادام آماده‌اند نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگشت شمار اثرهای صحنه تئاتری در تاجیکستان است که با 3 زبان روی صحنه میآید. نمایشنامه از روی اثر مرگ صدخوری صدرالدین عینی آفریده شده است که هنوز سال 1936 نوشته شده است. وقتی که نمایش را میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکند این کی است. مأموریت تئاترها در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبودی تماشابین و پایین رفتن ذوق آن شکایت میکنند. اما تئاتر کانیبادام در این میان استثناست. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است. ما حرکت کردیم برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه‌ای که برای مردم نزدیک است گذاریم. اول ما خواستیم یعنی اودیتوری کودکان رو پیش گیریم، یعنی برای کودکان کار کنیم. یعنی می‌خواستیم که یعنی نسل آینده به تئاتر مثلا آینده اینا کلام میشن، می‌خواستیم اینا رو تربیت کنیم و ما آغاز کردیم از نمایشنامه‌های کودکانه که برای کودکان نزدیک است. در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه‌ها فعالیت می‌کنند. منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه‌های کسبی را در منبرهای پرتماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیط‌ها و آوردن خوانندگان مکتب‌های میانه به تئاترها بارها در رسانه‌ها خبر نشر شده است. و حالا همراه با همکارم سروینازی روح‌الله در شهر دوشنبه سیر می‌کنیم در یک نمایشگاه برای حمایت از حقوق کودکان. هممون یخیله هستیم، برابر هستیم. فرهناز 11 ساله را مراعات نشدن حقوق همسالانش وادار کرده است که یک بخش هنری رسامی خود را به این موضوع بخشد. او که نقاشی می آموزد در تصویرهای خود درباره کودکان معلول و حقوق آنها به تحصیل و زندگی و رعایت آن در خانواده و جامعه تاکید کرده است. در بازارها یخیل کودکان در آنجا هر چیز میفروشن. برای همین میخواهم که این برای کودکان باید این کارها را کودکان نکنند و ممکن نیست برای کودکان این کارها را کردن. حقوق به تحصیل دارند، برای بازی کردن دارند، باید لباسهای خوب و تازه پوشیده باشند. منیژه لالو ناشنوا است. او هم با چند نقاشی درباره زندگی هم تقدیرانش آمده است. می‌خواهد مشکل اطفال مثل او بیشتر بررسی شود که چون به فرق از همسالان سالم خود کنار ماندند. در روی دنیا کودکان دارای امکانیت‌های محدود زیاد است. در تصویرهایمان تاکید شده است که نسبت ما احترام به جا آورده شود. با بچه‌های ناشنوا هم به مانند کودکان سالم برخورد شود و حقوق آنها را پایمال نکنند. در 30مین سالگرد کنونسیون اوید به حقوق کودک نمایشگاه در موضوع شهر آرزوی من و من و حقوق من بخشیده شده بود، حدود 500 رسم پیشنهاد شده است. ترانه نوی اکسیمیران رپسرای مشهور روس پرونده 212 بخشیده به قضیه سمرالدین رجبوف است. اکسیمیران در گذشته در یکی از مرافعه‌های دادگاهی سمرالدین رجبوف شرکت داشت و آنجا سمرالدین خواسته بود که با او رپ سرایت. سمرالدین رجبوف 21 ساله که روز 2 آگوست امسال با حکم دادگاه به حبس گرفته شد، در زندان ماتروسکای تیشینه شهر مسکو نگاه داشته می شود. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما امروز اینجا به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و هم در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. فردا شما را در برنامه نویدی بامدادی منتظریم. تا آن دم خداحافظ.